بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صوتی، قصه های قرآنی، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام و نشانه های رستاخیز. مردم از رفاه در زندگی برخوردار بودند و در زیر سایه نعمتها آرامیده بودند، اما در تاریکی های ظلمت دست و پا می زدند و در وادی گمراهی سقوط کرده بودند، زیرا به دست خود بت‌های تراشیده و در برابر دیدگان خود آنها را ساخته و سپس آنان را خدایان خود قرار داده و با جای خداوندی که آنان را آفریده و نعمت‌های آشکار و پنهان به آنان ارزانی داشته بود به عبادت بت‌ها پرداخته بودند. نمرود پسر کنعان پسر کش زمان پادشاهی بابل را در قبضه اختیار خود داشت. او حکمران خودروی و فرمانروای مستبد بود و چون ناز و نعمت و رفاه و شکوه تسلط و قدرت خود را دید که مردم در نادانی به سر میبرند و بصیرت خود را از دست داده اند و دل و فکرشان با نادانی و کوردلی عجیب شده است، خود را خدای ایشان خواند و مردم را به پرستش خود دعوت نمود و با خود فکر کرد که چرا مردم را به عبادت و تعظیم و خضوع در مقابل خود فرا نخواند، در حالی که جهل و نادانی همه جا را گرفته و عقاید فاسد گشته و قوم در گمراهی آشکار فرو رفته بودند، مگر آنان سنگهای بیجان و پیکره های خالی را که قدرت شنوایی و بینایی و سود و زیان رساندن به مردم را نداشتن پرستش نمی کردن، در حالی که او سخن می گفت و قدرت درک و فهم داشت. خبر و نعمت را به آنان می بخشید و شر را از آنان دفع می نمود و می توانست فقیرشان را ثروتمند و عزیزشان را ذلیل نماید و بر آن تسلط و قدرت داشت. در میان چنین محیط فاسد یکی از شهرهای مملکت بابل آزر دارای فرزند شد که نام او را ابراهیم گذاشتند. ابراهیم کم کم بزرگ شد، خداوند او را پرورد و عقل و فهم داد و به سمت حق و حقیقت و هدایت نمود. او نیز با اندیشه صحیح و فکر درست و با کمک وحی پروردگار خود دریافت که خداوند یکی است و او است که بر تمام جهان سلطه و سلطه دارد و دریافت که بت‌ها و پیکره هایی که مردم می تراشند و می پرستند آنان را از خداوند بی نیاز نمی گردانند و از این رو تصمیم گرفت که با عزم جدی مردم را به یگانه پرستی و توحید دعوت نماید و آنها را از دره های عمیق شرک و باطلاق را زائل نجات دهد و از این رو خود را برای منصرف نمودن آنان از گمراهی و جهالت آماده نمود. قلب ابراهیم علیه السلام مالامال از ایمان به پروردگارش بود، به قدرت آفریدگارش اطمینان و یقین داشت و به آنچه خداوند جل جلاله در مورد زنده کردن انسانها بعد از مرگ و محاسبه اعمال آنها در دنیای دیگر را به او وحی کرده بود ایمان داشت، اما میخواست که بر بصیرت و ایمان و اطمینان و یقینش افزود گردد و کنجکاو شد که نشانه آشکار رستاخیز را لمس نماید و حجت واضح بر زنده کردن مردگان را با چشم خود ببیند. از این رو از پروردگارش خواست که به او نشان دهد که چگونه مردگان را بعد از مرگ و متلاشی شدن اجسامشان زنده می‌گرداند. خداوند جل جلاله به او فرمود: آیا مگر بر رستاخیز ایمان نداری؟ ابراهیم علیه السلام جواب داد: چرا؟ به من وحی فرستاده ای و من ایمان آورده و تصدیق نمودم، اما مشتاقم که آن را عیناً و با دو چشم خود مشاهده کنم تا دلم آرام گیرد و بر یقینم افزود گردد. و از آنجا که قصد ابراهیم اطمینان خاطر و آرامش دل بود، خداوند به درخواستش جواب مثبت داد و به او امر نمود که 4 پرنده را بگیر، آنها را در کنار خود نگه دار تا اجزای آنها را بشناسند و در خلقتشان تعامل نماید و آنگاه پس از کشتن آنها را تکه تکه نماید و گوشتهایشان را در هم بیامیزد. آنگاه آنها را
قسمت کرده هر قسمت را بر سر کوه بگذارد و آنها را به سوی خود بخواند تا به اذان پروردگار شتابان به سوی او بیایند. هنگامی که ابراهیم چنان کرد، اجزای هر پرنده در هر مکانی که بودند به هم پیوستند و زندگی به صورت به لاشه پرندگان باز میگشت و آنها جان میگرفت و با قدرت و اراده پروردگار به سمت ابراهیم علیه السلام میشتافتند و از او نشانه های آشکار پروردگار و قدرت خیره کننده اش را مشاهده می نمود. قدرتی که هیچ چیز در آسمان ها و زمین نمی تواند بر آن چیره شود. اینها پرندگانی بودند که جان از تنهایشان بیرون رفته بود و اجسادشان را ابراهیم علیه السلام به دست خود تکه تکه کرده و به هم آمیخته و در برابر دیدگان خود اعضای آنها را چند قسمت کرده و هر قسمت را بر روی کوه گذاشته بود. اما به محض فراخواندن آنها اجزای آنها به هم آمدند و پرندگان جان گرفتند به سمت ابراهیم علیه السلام شتافتند و کنار او گرد آمدند. چه کسی می تواند چنین حادثه را ببیند و در درونش کوچکترین گمان و شک در مورد قدرت خداوند بر زنده کردن مردگان و حشر و نشر آنها را راه یابد؟ منزه است خداوند که هرگاه چیزی را اراده کند قطعا آن چیز تحقق می‌پذیرد و او با عزت و حکمت است. عنوان دوم: ابراهیم در دعوت پدرش نرمش به خرج می‌دهد. آزر نه تنها بت پرست بود بلکه با دست خود آنها را می‌تراشید و به دیگران می‌فروخت. او نزدیکترین شخص به ابراهیم علیه السلام بود، پس شایسته تر بود و بیشتر حق داشت که ابراهیم او را به طور ویژه نصیحت نماید و به او راه راست هدایتش نماید. و از طرف چون آزر خود بت تراش بود و دیگران را به عبادت بت فرا می‌خواند و کانون شرک و دعوتگر گناه بود، هدایت او در حکم ریشه‌کن کردن شر و گمراهی بود. ابراهیم علیه السلام دعوت از پدرش را با نکوهش و تحقیر باورها و خدایانش شروع نکرد تا آزر از او گریزان و بیزار نشد و از شنیدن سخنانش ابا نکرد و اینکه با لجاجت او را از خود براند، بلکه با نیکوترین روش با سخن آغاز کرد و با لحن نرم مؤدبانه و زیبا او را مورد خطاب قرار داد و ابتدا سخن از نبوت خود گفت تا عطوفت او را برانگیزد و دلش را به دست آورد و سپس از او پرسید که چه چیزی باعث شد که او بت‌ها را بپرستد و در مقابل آنها زانو زند، در حالی که آنها دعا و ستایش او را نمیشنود و خضوع و خشوع را نمیبیند و نمیتواند نعمتی به او عطا و یا شر را از او دفع نماید و اساساً چیزی نمیتوان از آنها خواست. و چون ابراهیم میترسید آزرشان او را کوچک و رای و نظر او را بی ارزش بداند و او گفت: ای پدر، بهره از علم و شناخت به من عطا شده است که به تو داده نشده و تو از آن بی بهره ای. پس از پیروی من سر بیچی نکن و از همراهی با من سر باز نزن، اگرچه من در تجربه و سن به تو نمیرسم. سپس از او خواست که وی را پیروی کند و بر راه او برود، چرا که آن راه راست و استوار است. سپس ابراهیم علیه السلام خواست که پدرش را به دست کشیدن از بت‌ها واداشته از پرستش آنها دور نماید. از این رو برایش بیان نمود که او با پرستش بت‌ها و تسلیم شدن در مقابل آنان در حقیقت شیطان را پرستش نموده و به ساخت او پناه برده است. شیطانی که از خداوند بخشنده سرپیچی نمود و وعده داد که آدمیان را فریب داده گمراه نماید، زیرا که او دشمنی است که به سمت هیچ خیر و ثواب راهنمایی نمی کند و چیز جز شر و هلاکت انسانها نمی خواهد. سپس ابراهیم آزر را از عاقبت بد و فرجام ناخوشایند بیم داد، اما به لحاظ ادب و عطوفتی که نسبت به او داشت به صراحت به او نگفت که به عذاب عقاب الهی دچار خواهد شد.
پس از این ارشاد و پند و اندرس‌هایی که ابراهیم به پدرش عرضه داشت، آزر از پیروی رای او سر بازد و بر عناد و کفرش پافشاری نمود. با خشونت، کفر و تندی عناد در مقابل او قرار گرفت. رابطه پدر و فرزندی را به باد فراموشی سپرد و عطوفت و مهربانی ابراهیم نسبت به خودش را انکار کرد و روی از او در هم کشید، در حالی که با دید حقارت به او می‌نگریست و از جراحتش شگفت زده شده بود و پند و اندرس‌هایش را نپذیرفته بود. به او گفت: ای ابراهیم، آیا از خدایان من روی برمیگردانی؟ اگر از این گمراهی و کجروی خود دست بر نداری و باز نگردی و از این بیخردی به خود نیایی، تو را سنگسار کرده از خود خواهم راند. پس از شدت غضب و فوران خشم من بپرهیز و برای مدت طولانی از من دور شو. دیگر در خانه من جای نداری و در قلب من هیچ نشانه از مهربانی که نخواهی یافت. ابراهیم علیه السلام با آغوش باز و دل آرام تهدید و توبیخ آزار را پذیرفت و با لحن حاکی از اخلاص و دلسوزی خود نسبت به او گفت: سلام بر تو باد. به زودی از پروردگارم برایت طلب آمرزش خواهم کرد، زیرا او نسبت به من بسیار مهربان است و از شما و آنچه که غیر از خدا می پرستید دوری می جویم و پروردگارم را می خوانم و امیدوارم که به سبب خواندن او تیر روز نگردم. و پس از آن اندوهگین و دلتنگ آزر را ترک کرد و رفت، چرا که دعوت او گوش شنوای نزد پدر نیافته بود و از او کناره گرفت تا در شرک و کفر همکار و پشتیبانش نباشد. عنوان دوم: ابراهیم بت‌ها را در هم می شکند. هنگامی که آزر دعوت ابراهیم را رد کرد، ابراهیم ناامید گشت و این که او پدر را به سوی خیر راهنمود شود و دعوت کند، ولی پدرش دعوتش را اجابت نکرد و از او بیزاری جوید و دوری گزیند. دلش را بسیار به درد آورد، اما این شدت و خشونت از طرف پدر و جفای او ابراهیم را از ادامه دادن دعوتش به سوی حق باز نداشت و از انکار شرک و بتپرستی قومش منصرف نگرداند، بلکه با عزم راسخ در صدد محو این عقاید فاسد برآمد. اگرچه در این راه با آزار و اذیت‌های فراوان و پیش آمدهای بد روبرو شد. ابراهیم علیه السلام زیرک، فرزانه و دارای نظر درست و اندیشه فکری صحیح بود. او متوجه شد که حجت و برهان گفتاری و زبانی اگرچه با وضوح سپیده دم هم باشد، در آن شوره‌زار گیاه نمی رویاند. پس تصمیم گرفت برای فهماندن عقیده و آگاه نمودن مردم بر حقیقت دعوتش دیدگان آنها را با بصیرت آنها و حواسشان را با دل و درونشان همگام سازد. شاید به هوش آیند و از گمراهی دست بردارند. به ابراهیم بنگرید که چگونه قومش را در جایگاه گفتگو با می نشاند و آنگاه از آنان می پرسد: شما چه چیزی را پرستش می کنید؟ آنان در شان بت‌هایشان داد سخن دادند و جواب خود را با افتخار به عبادت آنها و اهتمام به خضوع برای آنان به درازا کشاندند و گفتند: بت‌هایی را می پرستیم و برای آنها به خاک می افتیم. ابراهیم سوالش را آگاهانه و هدف دار پرسیده بود و در این مورد موفق بود. او مانند پزشکی بود که درد را جستجو می کرد تا داروی مناسب برای آن تجویز کند، و یا مانند قاضی بود که آنان را وادار می کرد به جرم و جنایت خود اعتراف کنند. او دایره مجادله را تنگ می کرد و مسئله های گوناگون را حول یک مسئله گرد می آورد و آنگاه که پایه ها و اساس آن را سست و ویران و بطلان آن را آشکار می نمود، دیگر آنها را وادار به آوردن دلیل و حجت می نمود و در آن هنگام آنها چاره جز پیروی و اطاعت از او نداشتند. ابراهیم همه آرا و نظرات ساختگی آنها را مورد انتقاد قرار می داد و عقیده و نظر فاسدشان را روشن می نمود و از آنان می پرسید: آیا
این بت‌ها را راز و نیاز شما را میشنود و طاعت و عبادت را که برای آنها انجام میدهید میبیند. آیا با شما سود و یا زیان میرساند و چه زشت است تقلید و چه بزرگ است حیله شیطانی، چنان که آنان را به تقلید از کفر و شرک پدرانشون و همراهی با آنان فرا خواند و پرستش بت‌ها را برای آنان زیبا جلوه داده بود، به گونه‌ای که پیشانی خود را برای آنان به خاک می‌مالیدند و آنان چقدر نادان بودند که آنگاه که در آن حالت خود را بر حق می‌دانستند، بلکه در بیاری مذهبشان به شدت کوشا بودند و در مقابل اهل حق از باطل خود دفاع می‌کردند و چه منطق سست داشتند و چه جواب ضعیفی به ابراهیم دادند. آنگاه که به او گفتند پدرانمان را در پرستش بت‌ها یافته‌ایم، آنها اقرار کردند که بت‌ها هیچ ندا زننده را پاسخ نمیگویند و نمیتوانند با آنها سود و یا زیان برسانند و اعتراف نمودند که آنها فقط به خاطر تقلید و اقتدار با پدران و نیاکانشان بت‌ها را میپرستند و عادت قوم و روش پیشینان را دلیل حق بودن و قدمت به بت پرستی را برهان برای بزرگ داشت و تعظیم می‌دانستند و به این افکار از نظر صحیح و اندیشه های سالم دور گشته بودند. ابراهیم علیه السلام به آنان گفت به تحقیق شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری فرو رفته اید. آنان گفتند آیا از خدایانمان نقص میگیری و از روی جد به بت‌هایمان ناسزا میگویی یا این که شوخی میکنی؟ ابراهیم گفت من با شما جدی هستم و شوخی ندارم، چرا که دین راست و استواری را برای شما آوردم و با راه و حق آشکار به طرف شما ارسال شدم و در واقع تنها پروردگار شما که شایسته پرستش است ایجاد کننده آسمان ها و زمین و اداره کننده امور آنهاست. اما این بت‌ها مالک نفع و ضرر خودشان نیز نیستند و جز سنگ های بیجان و سخت و چوب های به دیوار تکیه داده تراشیده نیستند. شما باید از پرستش آنها اجتناب ورزید و از خضوع در مقابل آنها دوری گزینید. از شر شیطان و فریب او پرهیز کنید. عقلتان را به کار بگیرید و چشمانتان را باز کنید، شاید که هدایت یابید. من که پیش از شما از عبادت بت‌ها دوری گزیدم. اگر آنان توانایی زیان رساندن به من و آزار دادن من را داشتن، حتما دچار ضرر و زیان می شدم و یا بلای بر سر من می آوردند. سپس ابراهیم علیه السلام بدای آفرینش خداوند و قدرت خیره کننده اش را برای آنان آشکار و اظهار نمود تا آثار حکمت او برایشان روشن شود و فرق آشکار و وسیع بین آنچه که او به عبادتش دعوت میکرد و بت‌هایی را که کار از آنها بر نمی آمد بر روشنی لمس کنند. از این رو به آنان گفت چرا به آنچه که شما و نیاکان پیشین شما پرستش می کنید نمی نگرید؟ و جز پروردگار جهانیان همه آن بت‌ها دشمن من هستند. پروردگاری که من را آفریده و هدایتم خواهد داد، آن که او من را غذا داده سیرابم میگرداند و هنگامی که بیمار شده من را شفا خواهد داد. پروردگاری که من را میراند و سپس زنده میگرداند، آن کسی که طمع دارم در روز آخرت از گناه من درگذرد. و هنگامی که حجت و دلیل برای قوم سودمند واقع نشد و تهدیدات اثری نداشت و آنان بر راه و مانع تراشی کردن و از دعوت و روی برگرداندن و ابراهیم دریافت که گوشهایشان از شنیدن حقیقت کر شده و دلهایشان قفل گشته است و آنان همچنان به اوهام خود در آویخته و به پرستش بت‌های خود تمسک جستند. در صدد زیان رساندن به بت‌ها برآمد و قسم یاد کرد که حتما برای نابودی آن چرخ خواهد ریخت تا قوم ببیند که بت‌ها سود و زیانی نمی رسانند و حتی نمی توانند از خود دفاع کنند. چه رسد به آن که از آنان دفاع کنند و در نتیجه دریابند که ترک عبادت آنان ضرری را به توجهشان نمی کند و
پرستش و اخلاص برای آنها خیر به کسی نمیرساند. یکی از عادتهای قوم ابراهیم این بود که در هر سال جشن برپا و ایام جشن را خارج از شهر سپری میکردند و بعد از اینکه غذاهای زیادی را در بتکده میگذاشتند به شتاب به جشن خارج از شهر میرفتند تا پس از بازگشت از جشنشان با خوشی و شادمانی در حال به خوردن آن مشغول شوند که به گمان خدایانشان آن غذاها را پر از خیر و برکت نمودند. هنگامی که قوم تصمیم گرفتن برای جشن و شادی از شهر خارج شوند، از ابراهیم علیه السلام خواستند که همراه آنها به خارج شهر بیاید، اما او از همراهی و در آمدن به که آنان امتناع ورزید و از قبل نیز تصمیم گرفته بود که قصر خدایان آنها را منهدم و عرش معبودهای آنان را در هم فرو ریزد و از این رو ادعای مریضی کردن ظاهر به بیماری نمود و اگرچه او از لحاظ جسمی و ظاهری بیمار نبود، اما در درون بیمار و ماتم زده و از بت پرستی و شرک قومش به شدت اندوهگین و از اینکه قومش به ندای او جواب نداده و به دعوتش گوش فرا نخوانده بودند خشمگین بود. قوم از ترس بیماری و سرایت آن به دیگران از او روی برگرداندن و بر دعوت خود پافشاری نکردند، بلکه از نیامدنش اظهار رضایت نمودند و با شادمانی برای برگزاری جشن خود از شهر خارج شدند. و اکنون این شهر است که از سکنه خالی شده است و آن بتکده و عبادتگاه قوم است که متروک مانده و حتی کاهن و دربانی در آن وجود ندارد، چون که همه مردم از شهر خارج شدند و به جز ابراهیم کسی از همراهی با آنان تخلف نورزیده است. و هنگامی که ابراهیم شرایط را مناسب و خود را دور از کمین چشمان دید که همواره مراقب او بودن، آرام آرام به سمت بت‌هایشان رفت و وارد بتکده و عبادتگاه قوم شد و آن را فضای وسیع و پر از پیکره‌های متفاوت یافت و در گوشه و کنار آن بت‌های پراکنده وجود داشتند و غذاهای زیادی را در زیر پاهایشان انباشته دید. ابراهیم علیه السلام با استهزا و لحن حقارت آمیز رو با بت‌ها نمود و گفت: غذا نمیخورید؟ ولی جوابی از آنها نشنید. سپس گفت: شما را چه شده است که حرف نمیزنید؟ اما سنگ را چه جای سخن گفتن و چوب را چه به فهم و ادراک؟ ابراهیم علیه السلام اکنون تنها یک شخص بود، شخصی قوم خود را مسخره کرده، بت‌هایی را که به عنوان خدایان نصب نموده بودند تحقیر میکرد و سپس گاهی با دست و گاهی با پا بت‌ها را میزد و سرانجام خشم و غضب به خاطر پروردگار و دینش او را فرا گرفت و وی به شدت برآشفت و تبری برداشت و بت‌ها را حمله برد و آنها را می شکست و تکه تکه می کرد و همچنان ادامه داد تا آنکه حتی تکه های آنها را هم خرد کرد. اما بت بزرگ را باقی گذاشت تا قومش به سوی او رجوع کند و از او بپرسد چه کسی به عبادتخانه آنها حتک حرمت نموده و بت‌هایشان را شکسته است و بدین طریق دریابند که بت‌ها سخن نمیگویند، درک و تعقل ندارند و نمیتوانند در مقابل کسی از خود دفاع کنند و در نتیجه به هوش آیند و از مخالفت و لجاجت خود دست بردارند. ابراهیم علیه السلام بتکده را با سنگ‌های به هم ریخته، چوب‌های پراکنده در حال ترک کرد که از ریشه کن کردن مظاهر بد و نشان‌های شرک و بت پرستی شاد و خوشحال بود و با آرامش خاطر منتظر بازگشت قوم و واکنش آنها و تأثیر کار خود در ایشان بود و خود را برای رویارویی با اتهام آنان و مجادله با آنان آماده می کرد. قوم از جشن خود بازگشت و پس از رفتن به معبد دیدند که چه بر سر خدایانشان آمده است و از
و از حول آنچه که دیدن متحیر و مبهوت ماندن و از این که بتها را شکسته و خدایانشان را ریز ریز دیدن پشیمان و سرگردان شده از همدیگر میپرسیدند چه کسی با خدایانمان چنین کرده است. بیگمان هر کس که چنین عمل انجام داده است از ستمکاران است. یکی از آنان گفت شنیده ایم جوانی که ابراهیم نامیده می شود از خدایان ما سخن می گفت و ما را به خاطر عبادت آنها سرزنش می کرد و به بعد تحقیر و استهزایشان می گرفت. پس تنها کسی که به بتها جسارت کرده و آنها را در هم شکسته اوست. و بدین ترتیب آنان دریافتند که چه کسی به خدایانشان دست درازی نموده است و تصمیم گرفتند او را متناسب با گناهش کیفر بدهند. آتش خشم قوم زبانه کشید و فریاد زدند که باید از او را در انتظار عمومی حاضر نماید تا گفتار او را بر خودشان شاهد بگیرند و کیفری را که برایش در نظر گرفته می شود با چشمان خود ببیند. بدون شک گرد هم آمدن تمام قوم در یک مکان آرزوی ابراهیم بود، آرزویی که وی مدتها پیش داشت تا از آن را در مقابل همه آنان بر باطل بودند. اعتقادشان اقامه حجت نماید و بر فساد و تباهی عباداتشان برایشان دلیل ارائه دهد. مردم گروه گروه جمع شدند و تعداد جمعیت هر لحظه زیادتر می شد و هر یک از آنان به قصاص و انتقام از ابراهیم تمایل داشت و علاقمند بود که کیفر و عذاب وی را ببینند، چرا که بدین وسیله آنان به انتقام از ابراهیم فرو می نشست و میل آنها به نابود ساختن ابراهیم ارتقا می شد. ابراهیم را به میان این جمعیت زیاد آوردن و در مقابل آن افرادی که از شدت خشم و کینه دندانها را به هم می ساییدن محاکمه اش را شروع نمودند و با او گفتند ای ابراهیم آیا تو با خدایانمان چنین کرده ای؟ و این همان فرصتی بود که برای رسیدن و دستیابی ابراهیم به هدف و مقصود خود دست داده بود و از این رو بار دیگر به آنان از در مجادله در آمد و با روش حکیمانه خود آنان را بر راه می کشیدند که هدف اصلی او نبود تا آنان را ملزم با آوردن دلیل و حجت نماید، شاید که به خود آیند و راه صواب در پیش گیرند. پس به آنان گفت بلکه همین بت بزرگشان این کار را انجام داده است. از آنها پرسید اگر قادر به سخن گفتن هستند و این چه حجت قاطعی بود که ضربه بر رقم وارد کرد، ضربه‌ای که آنان را از خواب غفلتشان بیدار نمود و وعده عده دیگر از خود را سرزنش می نمود و می گفتند به تحقیق شما خود ستمکارید، زیرا بتها بتکده را بدون محافظ و نگهبان رها کرده اید. سپس حیرت آنان را در بر گرفت، زبانشان از سخن گفتن باز ماند و در حالی که سرشان را پایین انداخته بودند و فکر فرو رفتن و حیرت زده عقل های پریشان خود را روی هم گذاشتن و سپس گفتند ای ابراهیم تو میدانی که آنها نمیتوانند سؤال را جواب دهند، پس چگونه از ما میخواهی که از آنان سوال کنیم و گواهی بخواهیم؟ آنان به ناتوانی بتها از شنیدن حرف خود اقرار کردند و اعتراف نمودند که بتها از آنچه که در کنارشان و یا بر سر خود آنها میگذارد آگاه نیستند و قدرت دفاع از خود در مقابل حمله و فریب متجاوزان را ندارند. ابراهیم آنها را به خاطر جهل و نادانیشان سرزنش نمود و از اصرار آنها بر باطل بعد از واضح شدن حق و حقیقت گله و ناله کرد و در حالی که از غفلت و غرور و سختی کردن آنها پس از طلوع سپیدن حق خشمگین بود، آنان را فرا خواند که در گفتارشان اندیشه نماید و در آنچه که ادعا می کنند تفکر کنند و با آنان گفت آیا غیر از خداوند چیزی را می پرستید که نه سودی بر شما می رساند و نه زیانی بر شما؟ بر آنچه به جای خدا می پرستید آیا اندیشه نمی کنید؟ برای چشمانشان پرده بود که مانع دیدنشان می گشت و در گوششان سنگینی
که مانع از شنیدن آنها می گردید و بر دل و درونشان قفلی بود که آنها را از اندیشه و تعقل باز می داشت و چون خود را در مقابل ابراهیم شکست خورده یافتن و از رسوایی حال خود ترسیدن و حجت و یا شبهه برای آنان باقی نماند، از مجادله و مناظره دست کشیدن و به قدرت و قوت خود پناه بردند تا شکستاندنشان را بپوشانند و ادعای باطل خود را پنهان نمایند و گفتن او